الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران معزز، امروز هم که باشد بحر شما در رابطه با یک سوالی که از برادران و خواهران ما و شما به بنده رسیده است، در اطراف همون میخواهم با شما صحبت داشته باشم. این یک داغ روز است عزیزان دل. با مجرد گوش کردن میتونید که به یار و دوستان خود تقسیم کنید، شاید که اصلاح جامعه شود. برادرها سوال کردن آیا پدر یا مادر حق دارد که فرزند را دشنام کند، در حالی که فرزند نفقه پدر و مادر را میرساند، یا خواهری که پدر و مادر خود را احترام میکند، قرآن میخواند، نماز میخواند، حجاب دارد، بر این پدر و مادر اون را دشنام میدهند. دشنامه های میدهند که بنده به زبان آوردن آنها بسیار مشکل است. پیش از آغاز صحبت شاعر میگوید فرزند خوب باغ پدر، فرزند بد داغ پدر. میگن فرزند خوب باشد، فرزند نیک باشد، مثل باغی که ثمره میدهد، میوه میدهد، مثل همون است. و فرزندی که فقط آزار پدر و مادر میدهد، اون مثل یک باغ بی ثمره هست که حاصل نمیدهد. لکن جای تأسف این است که این فرزندایی که شکایت میکنند فرزندای خوب هستند، فرزندایی هستند که پدر و مادر را احترام میکنند، لکن پدر و مادر با آنها توجهی ندارند. اسلام در این رابطه چی میگوید؟ پدران و مادران عزیز، شاید روز صحبت بنده به گوش شما برسد. فراموش نکنید که همه ما و شما در این دنیا ابدی نیستیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیه. کل شما راعی هستید. راعی نگهبان میگویند، یعنی هر انسانی که در هر جای کار میکند، در هر جایی که نگهبانی میکند، از اون کار، از اون جا در پیش مولای خود، کلانتر خود جوابگر هستند. همچنان پدر و مادرم کلکم مسئول عن رعیه. پیامبر خدا میگوید کل شما مسئول هستید از آن ذکر رعیت دارید، یعنی پدر و مادرم از فرزندان خود مسئول هستند. پدر و مادر مادامی که مسئول باشد، در یگان جای قرآن یا احادیث پیامبر نه آمده است که پدر و مادر فرزند خود را دشنام بدهد. این یک صفت غیر دین است، از دنیای غرب است که بعض پدر و مادران من شما این عادت یاد گرفتند. حتی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه شاگرد امام اعظم رحمه الله هستند، میگوید یک زن نزد او داخل شد، آب دیده میکرد، شکایت از فرزندش داشت. عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه رحمت الله علیه رو به زن کرد، گفت یا مادر، آیا باره فرزند خود را دعای بد کردی؟ گفت بله. گفت مادامی که این باشه، شما خودتان فرزند خود را بدبخت کردید، دیگر حاجت به سخن کردن من نیست. به همین خاطر پدران عزیز، مادران عزیز، با احترامانه خواهش میکنم خوب اندیشه کنید. روز این دنیا را ترک میکنید، شما یقین بدانید که وقتی که ظلمی که در حق فرزندای خود میکنید، اونها بعد از مردن شما را یقین بدانید که اونها در حق شما نه دعا میکنند
نه خیر احسان میکنند. اینا فراموش نکنید. بخاطر که وقتی که پدر و مادر خود با فرزند خود ظلم میکند یا فرزند خود را دشنام میدهد، از دیگر چی بوی امید است؟ حتی حضرت عمر رضی الله عنه را حکایه میکنند، میگن فرزند خردسالش در دستش بود، در آغوشش بود، یک غیر دین از دیگر شهرها، همون اشراف‌زاده‌های عرب غیر دین به نزدش داخل شدند، دیدن که حضرت عمر رضی الله عنه فرزند را آغوش کرده بوسه میکند. گفتن یا عمر، آیا شما مسلمان ها فرزند خود را بوسه میکنید؟ فرزند خود را نوازش میکنید؟ حضرت عمر رضی الله عنه دستور داد، گفت این مرد از امروز به بعد از کار آزاد کرده شد، یعنی از وظیفه آزادش کرد. گفتن یا امیر المؤمنین، بچه خاطر؟ گفت این مرد نظر کنه که با فرزند خودش محبت ندارد، اینها فرزند خودش را بوسه نمیکنند، اینها فرزند خودشان را آغوش نمیگیرند، اینها از کجا با مردم محبت دارند؟ اینها از کجا غم مردم میخورند؟ به همین خاطر پدران عزیز، حیف همون گونه پدر مادری که فرزندش او را حرمت کند، احترام کند، نفقش برساند، فقط فرزند آرزو کند که پدر و مادر او را نوازش کند، او را دوست بدارد، در حق او دعای نیک کند، لیکن پدر و مادر در زمین با دشنام قبیح بسیار جای تأسف. به همین خاطر پدر و مادران عزیز خوب توجه کنید. الله متعال همه ما و شما را مختصرا سخن کردم، لیکن برای انسان با عقل و با ایمان یک نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. الله متعال همه ما و شما را برای راست هدایت نصیب روزی بگرداند و این آفت بلایی که امروز بین پدر و مادرها و فرزندا آفت آمده است، الله متعال از این فتنه و از این بدبختی من شما را نجات بدهد. آمین.